سلام خدمت دوستان و سروران گرامی. در رابطه با مصرف آب در استخراج طلا از بردها، ما برای اینکه بخوایم بردهامون رو استخراجش رو و فویلش رو جدا بکنیم نیاز به شستشوی فویل، شستشوی برد و تشکیل تیزاب رو داریم که هیچ وقت از آب شیر استفاده نمی کنیم. اگر آب مقطر در دسترس هست ارزون هستش استفاده بکنید و اگر آب مقطر در دسترس نیستش میتونید از آب جوشیده سرد شده استفاده کنید که وقتی شما آب جوشیده رو داخل کتری که میریزید اون املاحش، آهکش، سختی آب و یه سری املاحی که داخل آب هستش اونا گرفته میشه و آبی تقریبا میشه گفت نزدیک به آب مقطر رو شما دارید که میتونید استفاده بکنید. که این آب مقطره یا همون آب جوشیده سرد شده که شما وقتی توی نیتریک بخواید استفاده بکنید مشکلی براتون پیش نمیاد، ولی وقتی که شما فویلاتون رو ریختید داخل بشر، اگه از آب شیر هم داخل بشر بریزید روی برداتون و نیتریک هم بریزید روی بردها که بخواید فویلاش جدا بشه، آب شیر و نیتریک تشکیل تیزاب سلطانی ضعیفی رو میده که باعث پرت شدن و سوخته شدن فویلاتون میشه. پس از مرحله نیتریک به بعد هیچ وقت از آب شیر استفاده نکنید، ولی برای شستشوی برد روغنش رو بخواید بگیرید، گرد و خاکش رو بخواید بگیرید و یا یه سری از مراحل کاری که بخواید انجام بدید آب شیر استفاده کنید، مانعی نداره. ولی از این مرحله نیتریک به بعد و حتی برای شستشو و اسپری فویل ها از آب جوشیده سرد شده استفاده بکنید و اگر گفتم آب مقطر دارید که دیگه چه بهتر. و برای مرحله آخر که مرحله تیزاب هستش 100% دارم میگم آب مقطر، حتی آب جوشیده کتری هم استفاده نکنید. آب مقطر لازم هستش برای تیزاب که بتونیم ما رسوبی خوب و با کیفیت داشته باشیم که نتونه آب جوشیده سرد شده که دارای یه مقدار املاح هم هستش اون املاح باعث بشه که توی تیزاب ما و رسوب گیری ما تاثیر بذاره. پس سعی کنید برای استخراج حتما از آب مقطر و در بعضی از موارد از آب جوشیده سرد شده استفاده بکنید تا بتونیم کار و کیفیت خوبی رو بتونیم داشته باشیم. و این بود در رابطه با استفاده کردن از آب که چه آبهایی رو بتونید شما استفاده بکنید برای استخراج تا استخراجی خوب و بدون نقص داشته باشید. ان شاءالله که مفید واقع شده باشه. تا برنامه بعد، یا علی.